ما آمدیم تا جلوه شب را سحر کنیم. ما آمدیم تا زندگیت را دیگر کنیم. درود شنونده عزیز. رخسار یارم میکشد زلف پریشان در بغل، بنگر شب دلجو را خورشید بدان بغل. شنونده ارجمند، امروز روزی است که روز خورشید، روز زادش خورشید آغاز زمستان است و گمان میکنم روز تازه و بخت سفید برای همه مردم نصیب میشود و برای همه شنونده‌های شبکه‌های رادیو تلویزیون مبارک باشد. و شب یلدا روز یکم است از ماه دی که مردم ما از روی سرشماری خورشیدی آن را هر سال جشن می‌گیرند. اگر شما و شبکه‌های اجتماعی وارد شد می‌بینید که بالای دسترخوان ما از تربوز و از میوه‌جاتی که سرفه دارد و رمز خورشید در آن است مالامال است. اما می‌مانم نخسته و من برای شما آشنا می‌کنم. هنرمند مردمی تاجیکستان که پلوی ما هستند این لحظه گرد خون خیلی زیبای شب یلدای ما دانا بهراموف که به برنامه خیر و مقدمش می‌باشد. هنرمند مردمی تاجیکستان در اینجا علیشیر قناعتزاده هستند که طول سالهای زیاد در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف کار و فعالیت دارد. بازم شما. خب یک دانشمند خیلی خوب ما فیلوزبانو استروفیزیک داننده علمی طبیعت شناسی حضور دارم که امروز ما گمان میکنم که خواهش میکنم تیز یعنی شب یلدا رو جنبست کنند روزها به درازی بیارن و گلپری نیز از فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف و در محفل زیبای ما هستند. یکی از هنرمندان همجوان و سابقه دار در انسمبل‌های دولتی فیلارمونی و خوش آمدید بازم به برنامه ما. خب یک سرود میشنویم بعد صحبت رو ادامه میدیم. پادشاه را عدل بشو مد ستم از دست رفت. پادشاه را عدل بشو مد ستم از دست رفت. هزار آمدان و مرتی بیان نشینم، خاریزی غم و کلفتی دیدار نشینم، خاریزی غم و کلفتی دیدار نشینم. سویم نکنندان مهی بمار نگاهی، سویم نکنندان مهی بمار نگاهی. هرچند که تا در برهش دار نشینم، هرچند که تا در برهش دار نشینم، هرچند که تا در برهش دار نشینم. خب از نظر استرونومی اصلا شب چیله همو میگن مثلا شب چیله میگن این حساب استرونومی است یک واقعی که در طبیعت میگذاره. ما از فیلوزوفان خواهش میکنیم که همچون استروفیزیک و ما بگوید که چگونه حادثه طبیعی است و خصوصیات داره. تشکر. استرونومی این حادثه استرونومی میباشد و یک معلومات کوتاه درباره این حادثه داشته هستم که چون فرارسی شب یلدا با کائنات و زمین خیلی توام هستند. از این لحاظ وقتی که زمین یک جزئی کائنات است، جزء کائنات است و زمین سیاره سبز خرم است که ما همه در آنجا زندگی میکنیم و سیاره سومی در سیستم افتادی معمول است. این سیاره یگانه سیاره هست که در اینجا حیات وجود دارد و این سیاره در مورد خود در زیر محور خود دور می‌زند که ما این رو می‌بینیم حادثه‌ای که شب و روز عوض میشه. در همین لحظه وقتی که می‌بینیم فصل‌های سالی رفت می‌شود، شب و روز عوض می‌شود، تیری
مویینه زمین در 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه جاگیر است چون این تیر مائع جاگیر است و فصلهای سال را از همین لحاظ ما زود حس میکنیم. اگر آقا زندگی میکرده مردم یک سال مردم زحمت کشید روز اون سخت کاری میکنه این در تگ احوال که هستن صبح 6 ماه زمستون هم که دستخوان جلدوی داشته میکرد این تربوز رو نگاه نداشته. اکنون در جای ما روز دیگر تربوز نبود در جای نبود، ما تربوز. میوه و چی نبود تاریخ بود از فرهنگ بود ریشه های تاریخی خود رو حفظ کنیم چون این در اطراف ما قوای هستن که برای ریشه های ما دک زده ایستادن و میخوان که برای خودشون تاریخ بسازن. یک چیز دیگر هم در ارجان باید بگم که شما ببینید همین انعنه های ما مثلا شب چیله شب درستایی با همون انواعی که بالای دسترخوان گذاشته میشود و هم یعنی انعنه های جشنای ما نقش ما گمان میکنیم بسیار موثر.